در دومین روز سفر هیئت مجلس نمایندگان، این هیئت با شهروندان افغان مقیم تاجیکستان دیدار کردند. مهاجرانی که دغدغه فکریشان در اینجا هم مسائل صلح و جنگ کشور است. تلپاتې او باعزته سوله د افغانستان راتلونکی تضمینوي. افغانان د اوربند تمه لري او د جګړې له دوام څخه ستړي شوي. سفیر افغانستان در حالی که تاجیکستان را خانه دوم افغانان می‌داند، فروپاشی نظام و از دست دادن دستاوردهای دو دهه گذشته را غیر قابل معامله می‌داند. باز افغانستان مسئول تجزیه نبریم. باز اجازه ندیم که افراد ناخوانده بر ما مسیر تعیین بکنند. باز اجازه ندیم که بر ما فتوا بدن که نماز جنازه سرباز و منصبدار خوانده نشد. رئیس مجلس نمایندگان در این نشست طالبان را به ادامه جنگ و افزایش خشونت‌ها متهم می‌سازد و می‌گوید که نیروهای دولتی آماده دفاع از کشورند. آرزوی ازی بودند که با آغاز مذاکرات صلح در افغانستان تحکیم پیدا بکنند که بدبختانه هنوز ماده‌ای متقن نیست که صلح موجود میه یا نمیه. ولی دولت افغانستان آماده هر نوع مذاکره با حفظ نظام است. آقای رحمانی هدف از سفرش را به تاجیکستان تلاش برای جلب همکاری‌های بیشتر این کشور به روند صلح و پیکار با هراس افغانی می‌داند. سطح خشونت و سطح جنگ در کشور ما روز به روز در حالت افزایش است. طالبان هیچ برنامه و هیچ طرحی به خاطر صلح ندارند و بطوری که شما در جریان هستید، هیئت مذاکره کننده ما به دوحه قریب 1.5 ماه میشه که همونجا تشریف دارند و طالبان از میز مذاکره در حالت فرار هستند. قرار است فردا هیئت مجلس نمایندگان اینجا با وزیر امور خارجه تاجیکستان و شمار دیگر از مقامهای این کشور دیدار و گفتگو نمایند. بیشتر بحث‌های هیئت مجلس نمایندگان و مقامهای تاجیک را بحث روی چگونگی مبارزه با هراس افغانی و رسیدگی به مشکلات مهاجران افغان می‌سازد. مسعود انصار، تلو نیوز، دوشنبه تاجیکستان.